دوستان عزیز سلام علیکم. امروز 7 نوامبر سال 2025 می باشد. امروز من خواستم یک تا نوار کنم از انار حولیم، چون که انار رو میچینیم هوا خنک است. اکنون با کفیدن درآمده است، یک تا نیمتا کفیدن درآمده است، چون که هوا شب خنک است. ما انار رو میچینیم و میخواستم با شما یک از تجربه هم دیده یک چند طرز انار پروری چی در تجربه تصدیق شد گردانم. انار ما رو که میبینید در اینجا من این از یک درخت چیندیم، من از یک درخت است، این از یک درخت است و این یک درخت دیگر است که شاخه‌اش خم شده است از دستن از سبب بستنش. ببینید شاخه خم شده، خم زده است. ولی از نزدیک مو گرفته نشون میدهد به شما. این انار برای چقدر بسیار بست، کلان بست، یکش 500 گرم زیاد است تا 700 800 گرم شد. این انار من با ببینید که خانه هست و آفتاب رو تا ساعت یک روز میبیند. انار این خودش میوه یا که درخت انار، میوه انار درخت انار آفتاب دوستدار است. آفتاب چقدر گرم باشد همقدر نغز میشد. از اون جمله در جیهون و قمسنگیر اون طرف اون طرف انار خوبتر میشود اگر شما تکنیکش رو رعایت کنید. برای این چیکار کردن در کار؟ من امسال انار رو برای چی اینقدر خوشوی بست؟ برای اینکه من در بیخش از ماه دکبر سر کرده بوته‌اش رو با 700 گرم مچوین در 10 لیتر آب آمیخته کرده شستم. از همین سبب نپوسید. بسیار انارها میدونید که در خانه‌های بسیاری ها نشون میدهد که از همینجا پوسیده خاکستر شده میرود. از همینجا پوسیده خاکستر شده میرود. میگن شپرک شش تو کیر موند. در من ببینید یگان شپرک نشش، یگان کیر نمو، یگان تاش نشد. باور کنید یگان تاش نشد. یک تا اناری در دیگر جا اناری قای سرخی کنه بودم شد و کسالت تز میقطع است. این با کسال مقاومتش کلان بوده است اناری من. بعد چیکار کردیم؟ از فرمای سال گذشته بیخش رو بیوگوموسو اما فاس پرتوفتا پوبل کرده آب دادم. زمستان هم یک بار آب دادم. از بهار در ستیل کلی بیوگومات کلی توجیکی از سیپسیو 15 لیتر همین کیلوش رو میگیره. در یک ستیل 10 لیتر آب آمیخته میکنه. 100 گرمش رو در گیرش ریختم 2-3 مرتبه و 2 مرتبه مچوین دادم. این گل‌های دوم مرتبه بستگی است، چون که گل یکم دور یکمش میریزد. این گل‌های دور دومش من یک تا کفیده است. ببینید انا یک تا کفیده است. ببینید من چینم انا این از خنوکی کفید. خنوکی همین شب دونش رو ببینید چه خوشبو است. ولی من کلانش رو بریده به شما نشون میدم. همدوران عزیز بعد انار رو من آب موندم. انار رو هر ماه 2 بار آب مونید کفایه است. روی حولی ما رو که آب میزنن قریب یک روز پس این بیخش آب بود، نم بود. در نتیجه هم خیلی اناری بهترین گرفتیم. باز در بالاش چی پوشیدیم؟ هر وقتی که ما انگور رو میپوشیدیم ایمپاکت سکور موسپیلان دوروی که زیدی کسل و زیدی حشرات بر سیب و بر انگور میزدیم، این رو هم چوشیده میگذاشتیم و در نتیجه سری انار در نکرد. ولی بسیارو همین یک پرابلم دارن که انارشون همون گردنکش میپوسد و سببی وای رو نمیوبن، طرز مبارزه رو نمیوبن. یکمش هر یک سیب، انار، انگور خصوصیت خودش رو دارد، مقاومت به کسلی داره. این انار من مقاومت به کسلی زور داشته است که با همون کسلی 3-4 مرتبه دارو کردم یکم کسلی نشد. کفیدنش اکنون شروع شد. باز کفیدن سبب دارد که وقتی که ناگل کردن رو انار رو شکرک نغز میبیند، شکرک میزند. شما غم نخورید که در وقتی گلش انار رو دارو نزنید. زنید گلی این میلیون تا میشود، میقپد گلش 20-30 تا میقپد اناری که کلان کلان میشود. شکرک رو کشد که شکرک در انار شما کسلی زیاد میبیارد. این سبب شکرک است. این سبب شکرک است. دیدید همینجا شکرک زدگی بود. ما 2 روز زدیم و دیر کردیم، همین شکرک هم که کسل کرد و انار نمیموند کلان شود. انار که نموند کلان شد، انار داخلش که کلان شد، پوست این رو پوست که وای هست، پوست که آسیب دیده است، داخل که کلان شد پوست آسیب دیده کلان نمیشود و نمیازد و میکفد. این ها یک ماه پیش 2 ماه پیش میکفد که همون است.
انا همجوران عزیز از یک تا انار از همه کلونش بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. انار رو میبریم، همش رو گفتم با شما طرزش رو، و یک تاش رو میبریم نشون میدیم با شما انار من چگونه هست. فکرم که انار من یکی از انارها گینافون انارهای تاجیکستان ممکن شود در آینده. از این انار ما یک 20 نهال داریم. و پسری من زنگ زنید 988 30 59 99 و شما با فروش میبرورد 988 30 59 99. انا بنت چقدر انار شد. بسم الله الرحمن الرحیم. ما رو میبریم. نگفته نماند که همین دختری من وقتی که انار خوردن میشه در خانه میپرسد که آتا جان اناری خودمون کدام است. بعد من اگر انار دوسیت در خانه باشد میپرسد اناری خودمون کدام است. و اناری خودمون که نشان دادم اناری خودمون رو گرفته میخورد. اگر اناری خودمون نباشد میگه آتا جان اناری خودمون رو بیارید. این چی معناش؟ معناش که اناری ما با مزه ترین و بهترین انار تاجیکستان یکی از همونا به حساب می رود. بینید اکن داخل این سیب سیونیو سرخ از انار اکن گب در مزهش ده. بینید چهل انار شد. خودی با من چشیده و شما میگویم. بسم الله الرحمن الرحیم. قندچی و این انارچی، شکرچی و این انارچی، هر دوش یک. انا همجوران عزیز از این انار ما تقریبا 20 دانه داریم. این سال زیاد میکنیم چون در بخش نارکین زده برآمده است. از نارکین هایش این سال زیاد میکنیم. انا اناری که خورید راحت کنید، این انار رو خورید راحت کنید. این انار از جهت مزه، از جهت مزه این اناری یوان رو میگذارد. انار یوان از جهت خوشویی از این و سوپ سرخ است. این سرخی دیگر خیلی است. این هم ممکن سرخ شود. من گفتم که در این انار من آفتاب نمیرسد تا ساعت 1 آفتاب است. این انار درخت آفتاب دوست است. درباره انار با چی بگم؟ انار یوان شیرین است، خوب است. انار من ملایم تر دانه است. دندان بدانه نه، دانه دارد و ملایم تر دانه است. و من توصیه میدادم به شما که انارتان رو هر سال یا پیچونید گیلش رو با اگر تکن با خلطه با سلافان نه، با کلیونکه نه، چون که درون من بو میگیرد نمیشود. یا که لینچه کلونی من شکر است در درونش کلیونکه ندارد که لینچه شکر، لینچه ارد داخلش کلیونکه ندارد. همون خیلی اثرش کشید کلونش رو یابد. دوزی کلونش رو هم میفروشن در بازارها. کلیونکه که داخلش هوا میدارد اون رو کشید یا که در زمین خوابونده گرانید و بهتر است. چون که خنکی ها انار عادتا از 10 درجه زیاد شود یا 13 14 این خنکی تاثیر میکند. اناری من کم تاثیر میکند چون که در بخ دیوال است. در بخ دیوال است شمال نمیزند. خنکی کم تاثیر میکند اما شمال بسیار تاثیر میکند. چون که شمال زده خنکی رو داخلی پوست استخوان همین نواده همین چوبش میدرورد. همداران عزیز از من پسرم یک بار از نزدیک نوار گرفته اعلام میکند. این است اناری من. یک 20 نهاله همین سالا داریم. مرحمت مراجعت کنید 988 30 59 99. باز دیگر نمود درخت‌ها هم هست. این چونین به شما نشون میدم انار رو چخیل زمستان نگاه دارید. بسیار سوال میشود. همین خلطه‌ای که شکر میگیرن که این از شکرگیرک نیست. این دیگه خیلی است که مانند است. خلطه شکرگیرک رو میگیرید. دو تانه یک تا انار رو میگیرید. یک تا انار رو داخلش میاندازید. انارتون رو میبینید که کسل نباشد اینجاش. تازه میکنید. سخت تازه نمیکنید. اکنون همین میشه در این انار رو میپیچونید و اینجاش رو گره میکنید. یک تا میاندازید. برای چی؟ اگر مبادا شما دو تا اندازه یک تاش کسل باشد اگر پوسد اینش هم میپوسد. یک تا میاندازید و بعد در انبارخانه خنک نگاه میدارید. دوستان عزیز ما این درخت انار رو چیندیم در قطعه ها گرفتیم. قطعه ها رو بینید چقدر بلند شد. صفتش رو بینید. تقریبا 60 کیلو شد.
حاضر من یک چیز بینید نودهایش بالا برآمدن یک قسمتش رو ما موندیم چون که بالا سبز است یک چیز دیگر رو نشان دادنی هستم به شما برای چی من گفتم که انار درخت آفتاب دوستور است من اینجا بینید این من اینجا 4 دانه انار 3 دانه انار رنگش خیلی است رنگش سرخ نشد چون که هم سویه خانه است سویه درخت است و سویه من این بامبوک است من این بامبوک و اینجوری به شما گفتم که شکرک میتونه تو نگاه نکرده زن شکرک رو آن داخل اینا بینید پر از شکرک است حوض شکرک مردگی است حوض شکرک ندارد بینید این داخلش پر از شکرک است هم رنگ رو نمیموند گیرد هم پوست رو ویران میکنه شکرک و شکرک رو شما به تشویش میتونید زده کنید من اینش هم من گیرم بیا نشان اینا بینید این سویا که هست اناری من پوستش هم خیلی شلگی انا قسم آفتابیش رو پوستش رو بینید قسمی که آفتاب پول است من قسمی که آفتاب است یعنی که گفتی ایرانی ها قرمزی می شود سرخ می شود اناری خوب اناری گردن باریک است میگن من گردن باریک از آنی من گردن باریک انا هم دور عزیز بود بینید که چهل بسته است دیده چخل میباندد این انار گروه انگور و بوق اگر کدام از این انار میبخشید اناری گروه انگور و بوق کدام از این انار اگر سبز نمیکند خطاگی کلان میکند هر یک آدم باید در خانه‌اش 2 درخت انار داشته باشد نگاه میکند و لااقل 30-40 کیلو انار گیرد کیلوش اگر 20 سومون باشد این 40 کیلوش 800 سومون در خانه‌اش درآمد میشد انار میخورند ویتامین میخورند غذاهای هر نوع دارد در اون غذاهای ویتامین ها دارد کودکایش میخورند من هم درون عزیز فقط چی در کار بندی میان در کار صبر در کار مهنت و دوست داشتن طبیعت در پناه خدا باشید اگر شما یک لایک مونید یک کپی گوید من بنیاد از شما خرسند میشم خدا نگهبان شما باشه